سلام بچه ها، حال شما چطوره؟ من از مدت ها اومدم با قانون 4 از کتاب 12 قانون برای زندگی و توی این مدتی که نبودم خیلی سرم شلوغ بود، درگیر درس و این چیزا بودم، اما الان دیگه اومدم و اینجا میخوایم با هم دیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم و کلی حس و حال خوب به هم هدیه بدیم. پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کن و نظرتو حتما بگو. قانون 4 به نظر من، اگه نظر منو بخوایم، بیشتر حالت نصیحت گونه داره و به نظر من که کلی این حرف رو دوست داشتم و لازم بود یه نفر این حرف رو من بزنه، چون این چند وقت اخیر کلن کمتر توی فضای مجازی اومدم و یه شاخه ای از توی فضای مجازی نیومدنم برمیگشت به این که 90% چیزایی که حالا چه بلاگرها چه آدمای عادی به نمایش میذارن بخش خیلی جزئی، یعنی اگر بخوایم بگیم که واقعا حقایق و مردم میان نشون میدن، یه بخش خیلی کوچیکی از زندگیشونه و ما چون واقعیت ها رو نمیبینیم خیلی اذیت میشیم، چون داریم زندگی خودمون رو میبینیم بعد میبینیم که ای وای من چقدر بدبختم، من زندگیمون قدام شاد نیست و این چیزا. و منم از این قاعده مستثنا نیستم و وقتی میبینی که مردم چقدر شادن، چقدر بیرون میرن و چقدر با دوستاشون خوش میگذرونن، دغدغه خاصی تو زندگیشون ندارن و تو به جاش مثلا همش داری درس میخونی، همش داری تلاش میکنی، بعضی وقتا مثلا کارات نتیجه میده، به ثمر میشینه، خیلی وقتا به ثمر نمیشینه، ثمره‌ای نداره. خب اینا رو میبینی کم تو روحیت تاثیر میذاره و جردن پیترسن میاد میگه که این غیر مستقیم روی تو تاثیر داره، یعنی مثلا روی ضمیر ناخودآگاهت تاثیر داره. شاید اون لحظه که داری نگاه میکنی حتی اگر ازت بپرسن که مثلا نظرت چیه، اتفاقا خیلی هم خوشحال بشی و بگی که آره مثلا خیلی خوبه که مردم انقدر خوشحالن، خیلی خوبه که دیگران رو خوشحال میبینم، اما در باطن آروم 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 رخنه میکنه توی وجودت و یهو برمیگردی به خودت میگی که پس چرا برای من نباید این چیزا باشه. و منم سعی میکردم توی تایم امتحانام خیلی کمتر توی فضای مجازی بیام، همین که فضای مجازی یکم دیسترکتیو و حواس آدمو پرت میکنه، آدم یه دقیقه میاد پاش ساعت‌ها یهو به خودش میاد میبینه ساعت‌ها داره مثلا توی اینستاگرام میگرده، بعد کلی از تایمش رو از دست داده و من سعی کردم خیلی اینستاگرام نیام چون خیلی اعتیاد آوره، اما رو بردم به یوتیوب و خیلی ویدیوهای طولانی تو یوتیوب نگاه میکردم. حتی این اواخر حس میکردم که حتی همین ویدیوهای ساده رو نگاه کردنم خیلی داره وقتمو میگیره، که مثلا سرعتش رو 2 برابر میکردم که سریعتر تموم شه و قشنگ حس میکردم که یه بخشی از زندگیمون به خودش اختصاص داده که میتونست با خیلی چیز مفیدتری پر بشه. خب حالا شاید بپرسیم که اصلا این قانون 4 چیه که انقدر مثلا شاخه داره توی زندگی، ریشه داره توی زندگی روزانمون، و اینه که خودتو اصلا با بقیه مقایسه نکن، چه خودت چه شخصیتت، و اصلا خودتو با دیگران مقایسه نکن. تو بهترین کاری که باید بکنی اینه که خودت رو با دیروز خودت مقایسه کنی، خودت رو با گذشته خودت مقایسه کنی. حالا یه چیز خنده‌دار که براتون تعریف کنم اینه که من قدیما وقتی دیت میرفتم اولین سوالی که از مثلا طرف مقابل میپرسن بود که برنامه برای 5 سال آینده چیه. مثلا همیشه شنیده بودم روانشناسا میگفتن اگر مثلا طرف بگه که مثلا آره فلان برنامه رو دارم برای، یعنی یه آدمی باشه که پلن داشته باشه حتی برای 5 سال آیندهش، این آدم قابل اعتماده، در صورتی که اصلا اینطور نیست. شاید در واقع هیچ ربطی هم به این موضوع نداشته باشه، اما کلا آدما راجع به فرداشون خبر ندارن، برای همین خیلی سوال کلیشه‌ای از هیچ کس نپرسید. جداً خیلی رو مخه این سواله
من اگر مثلا موقع یکی ازم میپرسید برای 5 سال آیندت، مثلا 5 سال پیش یه نفر ازم میپرسید برای 5 سال آیندت چیه، اصلا نمیتونستم بگم. اینو جدی میگم که الان اینجا حضور دارم، 1% هم احتمال نمیدادم که الان اینجا حضور داشته باشم. پس کلا از هیچ کس نپرسین. این یه نصیحت حتی به همای آینده است که از هیچ کس نپرسه که برنامه‌ات برای 5 سال آینده چیه. چه میدونم، من دوست دارم تو حال زندگی کنم. چون الان توی مرحله ای از تحصیلم که میتونم یه کوچولو اظهار نظر کنم راجع به یه سری مسائل مربوط به رشته‌ام، میخوام این مسئله مقایسه کردن های خودمون رو ببرم یکم پزشکیش کنم، یکم شیمیاییش کنم به قولی. میگه که ماهیت ما آدم‌ها اینه که وقتی میبینیم از یه جمعیتی از مردم بالاتریم، یه احساس غروری بهمون دست میده. این احساس غروره بر اثر ترشح هورمون سروتونینه و زمانی که سروتونین خونتون بره بالا، احساس برتری میکنین، اعتماد به نفستون میره بالاتر و کلا حس خوبی بهتون دست میده. و برعکس این قضیه، زمانی که شما حس میکنین توی یک جمعی قرار دارین یا دورتون به اصطلاح میگن پر شده از آدمایی که از شما بالاترن و شما پایین ترین در واقع، و یه صفتی رو که خیلی‌ها دارن شما دوست داشتین داشته باشین یا یه سری چیزا بقیه دارن شما دوست داشتین داشته باشین و الان ندارین، باعث عدم ترشح سروتونین میشه و چه بسا همون سروتونین هایی هم که ترشح شده توی بدنتون از بین میره و ترشحش کم و کمتر میشه و یهو به خودمون میبینیم که دچار بیماری های مثلا افسردگی شدیم، بیماری های روحی روانی. پس الان میبینیم که تحقیقات نشون داده که غذایا صرفاً مثلا یه حس گذران نیست، یه چیزیه که برمیگرده به پثوه‌ها و راه‌های نورونی مغزمون و کاملا یه چیزیه که ثابت شده است توی دنیای امروزی و اینو ربطش میده به دنیای فضای مجازی که واردش میشیم و کلی مثلا چیزای ضد و نقیض میبینیم. همه دارن خوشیاشونو به نمایش میذارن، هیچ کس بدبخت نیست، هیچ کس غم نداره، همه خوشبختن، همه در حال شادی کردنن و فقط اونی که این چیزا رو نداره، کسی که شادی نداره، کسی که مثلا پر از دغدغه زندگیش و کلی درد و رنج داره، منیم که این ور نشستم و دارم بقیه رو نگاه میکنم و این باعث میشه که سطح سروتونین بدن من، یعنی ترشح سروتونین توی بدن من روز به روز کمتر میشه و در نهایت بعد یه مدت به خودم میام و میبینم من دچار بیماری‌های روحی روانی شدم. و اینجاست که اول باید به خودمون بگیم که اصلا چرا من باید خودم با بقیه مقایسه کنم؟ پیشرفت بقیه چه تأثیری توی زندگی من داره؟ یا پیشرفت نکردن یا عدم پیشرفت اونا چه سودی به من میرسونه؟ اینجوری باید سعی کنیم اول به خودمون بفهمونیم که این مقایسه کردن بی‌دلیله. این تا اینجا. بعد اینکه ما آدما فراموش کردیم، یعنی کلا خودمون رو فراموش کردیم که یکی هست به خودمون، یکی هست که شب و روز داره زحمت میکشه برامون و ما اصلا قدر زحمتاشو نمیدونیم و آخرش مثلا ببین این همه زحمت کشیدی، فلانی رو ببین این همه زحمت میکشه اصلا به درد نمیخوره، به جاش فلانی رفته شهر بازی داره خوشحالی میکنه، فلانی پارتی کرده، فلانی دیشب تولد بوده، تو چی؟ نشستی این همه درس میخونی، تهش که چی؟ شاید یه بودی درست باشه ولی باید به اینم نگاه کنیم که ما اصلا سبک زندگیامون متفاوته. یعنی من نوعی مثلا حتی اگر پارتی دعوت بشم احتمال اینکه اون پارتی رو برم شاید 10% باشه و بیشتر آدمی هم که تو خونم بیشتر در حال کتاب خوندن، درس خوندن، چه میدونم کتاب خونه رفتن، کافه رفتن. حتی وقتی کافه میرم همیشه با خودم کتاب میبرم، کافه کتاب میخونم، خیلی وقتا تنهایی میرم کافه فقط برای اینکه کتاب بخونم، خیلی وقتا هم حتی ویدیوش هم گذاشته بودم، حتی میرم کافه که درس بخونم و شاید خیلی این کار نکنن ولی من سبک زندگیم کلا اینطوریه و اگه میبینید دستمو اینجوری میکنم
نمیدونم جدیداً عادت کردم میخوام صحبت کنم اینجوری میکنم اینجوری میکنم، دست خودم نیست اصلا. و کار دومی که باید بکنیم، کار اول این بود که اول باید به خودمون بفهمونیم که دیگران به من ربطی ندارن. من زندگی خودمو دارم، اونا زندگی خودشونو دارن. اگر اونا توی اون زندگی خوشحالن چقدر عالی، منم باید سعی کنم توی زندگی خودم خوشحال باشم، چون مسلماً شاید دیگران بیان تو زندگی من بهشون اونقدر خوش نگذره یا من برم تو زندگی اونا اونقدر بهم خوش نگذره. پس بیام همین زندگی رو که دارم با چیزایی که خودم دوستش دارم پرش کنم. مثلا میگه که بیاین چیزایی که دوست دارین انجام بدین و یه دفتر بردارین، کاری که دوست دارین انجام بدین و توش بنویسین و کارها و صفاتی که خصوصیاتی که دارین و دوست دارین بهبود ببخشین اونا رو هم بنویسین و کلا چیزایی که تفریحاتی که دوست دارین همه رو بنویسین و زمانی که شما میایین اون صفاتی که دوست دارین توشون بهتر بشین، مثلا اگر دوست دارین زبان انگلیسی یاد بگیرین بنویسین مثلا خوندن زبان انگلیسی، یا اگه دوست دارین مثلا اگه کنکوری هستین دوست دارین مثلا یه رشته خیلی خوب قبول شین بنویسین که قبولی در کنکور. این چیزی که دوست داری مثلا توش خیلی بهتر بشی رو حتما برای خود توی دفتر بنویس. همین اولین قدمه، چون مغز ما انسان ها یک استراکچر فراموشکاره و اون لحظه که یه چیزی میاد یه چیزی خطور میکنه بهش، اگر یادداشت نشه که هی در واقع بهش تلنگر وارد بشه، مگه نگفتی این، اگر بهش این تلنگر وارد نشه کامل فراموشش میکنه، فکر میکنه که خب لابد مهم نبوده دیگه، من که گفتم من گفتم دوست نداری مثلا زبان انگلیسی بهتر بشه و مثلا ما خیلی اهمیت نداد، پس چیز به درد نخوریه و میندازتش روی سطل آشغال مغزتون. پس حتما باید یه جا یادداشتش کنین تا اولین مرحله این باشه که مغزتون بگه او بس خودش هم دوست داره مثلا زبان انگلیسی بخونه، چرا من کمکش نکنم. و بله، من اگر بخوام به این نگاه کنم که بقیه چقدر زندگیشون از من بهتره من افسرده میشم، ولی اگر بیام فکر کنم که من خودم رو با خود گذشتم مقایسه کنم، من در گذشته کی بودم الان چی شدم، مسلما وقتی میبینم که من از همای 5 سال پیش بالاترم یه حس غرور و اعتماد به نفسی بهم دست میده و سروتونین خونم میره بالا و اون اعتماد به نفس و عزت نفس بهم برمیگرده. و اگر هر روز به خودتون یادآوری کنیم که خیلی پیشرفت کردین نسبت به گذشته و چقدر آدم بهتری نسبت به دیروز شدین، کلی اعتماد به نفس رو دست میارین. why not؟ چرا که نه. البته بستگی داره به یه چیز، اینکه شما گذشته خودتون رو چطوری ببینین، حال حاضر خودتون رو چطوری ببینین. من در گذشته مخترع بودم، اخطار رو ثبت می‌کردم، اما الان این کارا رو نمی‌کنم و بیشتر روی سلف کیر و مثلا چیزای روحی روانی خودم تمرکز کردم، منتال هلت خودم تمرکز کردم و دارم زندگی رو میکنم که خیلی دوستش دارم و من همیشه آرزو داشتم که توی این لحظه باشم و الان برام یه پیشرفت بزرگه. شاید از دید شما این باشه که مثلا دختر مخترع بود الان دیگه هیچی نیست، مثلا ویدیو میسازه و این چیزا، ولی اصلا اینطوری نیست. من در حال حاضر دارم کاری میکنم که واقعا من حس خوب میده و این حس خوب دوست دارم با شما در میون بذارم. و یه چیز دیگه که به نظر من خیلی خوبه ما آدمو داشته باشیم پلن کردنه. من خودم چند سال اخیر همش پلن میکنم، حالا بعضی وقتا توی ذهنم، بعضی وقتا روی کاغذ، بعضی وقتا توی آیپد، کلا پلن میکنم و سعی میکنم تا جایی که میتونم مثلا به اون پلنایی که گذاشتم برسم. شما حتما این کارو بکنید، همین که ببینی که یه برنامه چیدی بعد بهش عمل کردی خودش خیلی حس خوبی به آدم میده. و در نهایت اینو میگم که تو این دنیا هیچ کس اندازه خودتون دوستتون نداره و تنها کسی که تو این دنیا میتونه حال خودتون رو روز به روز بهتر کنه خودتونین و منم کلی دوستتون دارم. امیدوارم که این ویدیو از حدی تا بسیار تاثیرگذار بوده باشه و حالتون رو خوب کرده باشه و من کلی دوستتون دارم. Forehead kiss. شبتون بخیر.